بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم خواهران عزیز، امروز ما درباره گمان بد و خطر آن صحبت داریم در درس اخلاق و شاید شما هم آگاه باشید و جهان مسلمان از این باید آگاه باشد که ما در یک جنگ عجیب قرار داریم. از بیرون دارد دشمن ما را نابود میکند، از درون تمام گمانهای بدی ما نسبت همدیگرمان هست، نسبت مسلمان و مسلمان. و این مریضی بدگمانی نه تنها در خانه ها بلکه در شهر و در دولت های مسلمان هم الان دارد همه را زیر دست می کند و همین مریضی، همین بدگمانی سبب شده استاده است که به یگان اثبات و دلیل، به یگان دلیل های روشن ما نسبت یک عزیز خود، خواهر خود، برادر خود، زن خود، شوهر خود، فرزند خود و حتی دوستی نزدیکی که سالها با او دوستی داشتیم، فقط از روی یک گمان بدی خود یک معامله میکنیم که آن طرف دیگر حیرت زده می شود و سالها و حتی شاید تا آخر عمر نتواند راه حل این اخلاق بدی ما یا یک و یک باره ویران شدن معامله ما را پیدا نکند. بیاید درباره بدگمانی امروز در این درس اخلاق گرفته میگذاریم و بیاید در قلب‌های خود جستجوی این بیماری باشیم که در کجای قلب من این بیماری وجود دارد و تا چه اندازه دارد زندگی مرا سیاه میکند. زیرا همان گونه که گمانی نیک نسبت عزیزان خود، گمانی نیک نسبت نزدیکان خود حیات ما را روشن می سازد، برعکس آن گمانی بد خود ما را در زندگی در روز روشن داخل قبرستانی تاریک می کند. پروردگار در سوره حجرات می گوید: یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. ای آنهایی که ایمان آوردید، از گمانهای بدی زیاد دور باشید، زیرا بعضی از گمانها گناه هستند. البته گمانهای هستند که گناه نیستند، گمانی که تو دلیل داری، گمان نسبت یک دشمنت، خصوصا نسبت کافران و منافقانی که همیشه از پی شکست مسلمان ها هستند، برای ما فرض است که ما گمان بد داشته باشیم. نباید خوشگمان باشیم نسبت منافقان، نسبت دشمنان اسلام. پروردگار میگوید اگر آنها شما را زیر دست کردن، نه خویش و تباری را، نه دوست نزدیکی را درباره شما رعایت، در برابر شما رعایت نمی کنند و حتما هم با زبان خود هم با دستان خود شما را آنها اذیت می دهند. در سوره ممتحنه هم هست، در سوره منافقان هم هست. اکنون ببینید که اما گمان بد نسبت همسر خود، نسبت خانواده خود، نسبت نزدیکان خود برعکس ما را به بیماری میبرد و به تفریقه و چی بسا طلاق و جنگ و جنجال های هستند که سببش فقط یک گمان بد است و چی بسا معامله های شکسته شده و پاره شده که دیگر آن را جمع کرده نمی شود هستند، سبب آن هم فقط بدگمانی است. و الله در دوامش میگه ولا تجسسوا و جاسوسی نکنید، یعنی ببینم این چی کار میکند، او به کدام کار مشغول است، کنی گوش کن که آنها درباره ما چی گمان دارند، خود از خود نشسته الان درباره من چی میگفته باشند. این گونه تجسس و جاسوسی نکنید، پیگیری نکنید که الان در آنجا چی شده ایستاده است. و پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی پرسیده می شود که بهترین ناس کی هست، یعنی بهترین مردم کی هست، پیامبر می گویند کل مخموم القلب صدوق اللسان. همه آنهایی که زبانی صادق دارند، راستگو هستند و قلبهای آنها نقی هست، یعنی پاکیزه هست، نسبت کسی بدگمانی ندارند. و حتی وقتی درباره صحابه ها کسی چیزی میگفت، پیامبر میگفتن برای من از آنها خبر نآورید، من میخواهم به نزد صحابگان، به نزد اصحابم با قلب تازه یا به یگان غش و به یگان بدگمانی بیرون شوم. اینجا عزیزان چه خیلی گفتم خواهران عزیز، بدگمانی
وقتی که یگان دلیل ندارید فقط نشستید و گمان کردید که الان او به چیکار مشغول شده باشد و بدگمانی از کجا سر میزند. وقتی یک جمله یا یک حالت هم طرفی خوبی دارد و هم طرفی بدی، شما طرفی بدی آن را گرفته می روید. به یک نفر سلام دادید، به سلام شما علیک نگفت. به یک نفر شما رساله فرستادید از طریق تلفن، به رساله شما جواب نداد. به کسی زنگ زدید، زنگ تلفن شما را جواب ندادند. با جای آن که شما بگویید شاید بیمار باشد، شاید دستش نرسید، شاید که در یگان حالت ناگوار است، مدام نه او قصداً جواب تلفنی مرا نداد، او دیگران را از من بالاتر می‌داند، او مرا ندیده گرفت، در نزد او من قدر ندارم. انا این گونه شما نسبت او گمانی بد میبرید. یعنی بدگمانی معنایش این است که احتمال گمانهای خوب زیاد است، تو میبری به گمانی بد. یا یک نفر به شما یک نظری غم انگیز کرد، نظری که پر از غم بود، با جای بگید که شاید او الان خیلی در حالت وزمین است که این احتمال هم هست، شما میگوید به من با یک نظری پر از نفرت نگریست که الان او مرا خیلی بد میبیند، نسبت من خیلی با قلب خود دشنام ها دارد. پس این گونه گمانهای بد ما رو به بیماری میکشاند و خصوصا در زمان اینترنت، خصوصا در زمانی ببخشید این تلفن که دیگر عالمی مجازی از هر طرف ما رو زندانی کرده است. مایان پیشتر اگر روبرو با هم دیگر نشسته صحبت میکردیم، الان ببخشید استوری یک نفر رو دیده نسبت او یا گمانی بد یا گمانی نیک میکنیم. الان عکس یک نفر رو از دور دیده علکه درباره او گمانی بد میکنیم. یعنی درهای گمانی بد از پیشتر الان خیلی زیاد باز هستند و گمانی بد صاحب خودش رو میسوزاند، نه دیگران رو. گمانی بد من و شما رو اذیت میدهد، نه آنی که ما عاید او گمانی بد داریم. شاید ارواحش هم خبر نداشته باشد که الان از گمانی ما چی میگذرد. و اینجا ببینید که حضرت علی میگویند وقتی شما در یک برادر خود جوانمردی را دیدید، در یک برادر خود یا گفتیم خواهر خود یک خوبی را دیدید، برای او دیگر چیزهای بد را نجویید و مردم نسبت او چی میگویند به آن اهمیت ندهید. کافیست آن چیزی که تو خودت دیدی، کافیست آن چیزی که تو میشناسی. تو کسی را میشناسی، به خوبی میشناسی، انسان خوب است، از او بدی ندیدی. پس هر کسی چیزی درباره او میگوید که مشکلی اکثریت با گمان خود میگویند، به آن اهمیت نده. بگو برای من شهادت چشمان خودم کافی است، برای من شاهدی عقل خودم کافی است، من او را دیدم، من با او نشستم، دیگر به کسی تا عکس آن را ندیدم باور نمی کنم. و این چی است؟ این اخلاق مؤمنان است. و عزیزان، در ما وقتی حضرت عایشه رضی الله عنها به تهمت می افتند، تهمتی که البته سری آن هم همان منافقان بدبخت لعنت شده مدینه بود که آنها حتی همسر پیامبر را صلی الله علیه و سلم را از تهمت کردن نه هراسیدن. پروردگار به مؤمنان عتاب میکند، میگوید لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا و قالوا هذا افک مبین. ای مؤمنان، کاش وقتی شما تهمت شدن عایشه را میشنیدید، کاش آن زمان به جای آن که همین گونه شده است با صوفان ابن معطل او را دیدن که او از دور آمده است، یعنی به جای زبان خود را آلوده کردن، کاش شما آن مؤمنه، یعنی حضرت عایشه که از خود شما هست، مؤمنه بین خودتان هست، مادر شما هست، کاش نسبت او شما گمان نیک میکردید و میگفتید سبحان الله، این یک تهمت است، نسبت همسر پیامبر این تهمت است. و پروردگار در این آیت به من و شما می آموزاند، به من و شما عتاب میکند وقتی نسبت یک انسانی تقوادار
خواه او دعوتگر باشد، خواه طالبین باشد، خواه یک مؤمن عادی در بین شما باشد، به یگان دلیل تهمت شنیدید او این کرده است و آن کرده است، این چنین بوده است و آن چنان بوده است، و جای این که همین گونه بوده است یا سبحان الله به کسی باور کرده نمی شود گویان به این آتش بنزین چاشیدن، برعکس بگوید شاید تهمت است. بیاید فکر کنیم اون انسانی بد نبود، شاید این تهمت است، شاید این اکراه است، او را مجبورش کردن، چیز دیگری کردن. یعنی نباید وقتی نسبت خواهر مسلمان، برادر مسلمان، خواهر خودت، برادر خودت، همسر خودت کسی چیزی بد گفت یک باره به او همراه شوی. برعکس او را کسی که به تو خبر آورد بگو دلیلت از کجا است. باور کنید چقدر مایان خبرهای میشنویم نسبت یک شوهر ظالم، نسبت یک پدر ظالم، نسبت یک فرزند ظالم. یعنی یک انسان صالح رو او خیلی شوهر ظالم است یا خیلی پدر ظالم است یا خیلی فرزند ظالم است میگویند. پس از مدت آشکار می شود که آن بیچاره خود مظلوم است. یا خیلی زیاد می شنویم درباره یک خواهر دینداری که او خیلی زبانی دراز دارد، او اصلا فرزند خود را خوب تربیت نمی کند، او خانه خود را به جهنم تبدیل می داده است، او فقط در بین مردم دیندار است. این را می شنویم. پس از مدت می بینیم که دشمنان او همین گونه تهمت را بالای او ریختن و ما هم داریم آن تهمت رو قوی میکنیم. برای همین جنگیدن با گمانی بد این جهاد است و آسان نیست. وقتی گمانی بد نسبت هر نفره به سر می آید، حتما باید آن گمانها رو با گمانهای خوب، با گمانهای نیک جای آن را عوض کرد. و حتی بار حدیث خوانده بودم که هر گمان بد به دلیل نسبت برادر مسلمانت کردی که خواهر مسلمان هم به این داخل می شود، گویا تو نسبت الله گمان بد داری. گمانهای خود را نسبت بنده های مؤمن وقتی ما پاکیزه کردیم، گویا گمانهای ما نسبت پروردگار پاکیزه شد. و چه خیلی گفتم بدانید اینجا وقتی که نسبت کسی گمان بد میکنیم و چیزی که در اون نیست میخواهیم کفت و کاف کنیم، این قانون پروردگار در زمین است. به کسی چاه کندی حتما تو داخل آن میشوی. و پیامبر صلی الله علیه و سلم باره در بین منافقین خطبه میخوانند و میگویند ای آنهایی که شما با زبان خود را مسلمان میگیرید اما در دل شما اسلامی نیست، شما از پی کفتن عیب مسلمان ها نگردید. وقتی شما از پی کفتن عیب مسلمان ها گشتید، پروردگار حتی در داخل خانه تان باشد شما را شرمنده میکند. یعنی اصلا گناه یک نفر را اثبات میکنم، شرمندگی یک نفر را من به دیگران نشان میدهم نگو. اونی که در نزد پروردگار از گناه خود توبه کرد بهتر است از اونی که گناه نمی کند و سر خود را خاکسارانه پیش الله خم نمی کند. شاید اونی که گناه کرد و توبه کرد بهتر از ما باشد. و هر کسی که از پی کفت و کاو عیب دیگران با گمان خود می گردد، اصلا خودش ایمن نمی ماند از کفت و کاو عیبهای خودش که دیگران هم عیناً این را می کنند. و وقتی ما گفتیم بدگمانی جهنمی هست، زندانی هست که حیات ما را سیاه میکند و باید با آن بجنگیم، چقدر بیماری های هست، خصوصا جنگ و جنجال ها. ببینید که به یگان دلیل می نشیند همسر، شوهری که از صبح تا شام در کار بود، از پی رزق روزی بچه هایش بود، شاید تمام روز شکمش گرسنه بود، شاید در یک روز بارها کمرش درد کرد، دست و پایش چیزی دیگر. وقتی به خانه می آید یک بار از طریق وسوسه شیطان همسرش می گوید بیا تلفنش رو ببینم. شاید این در کار نبود، شاید در نزد زنی دیگری بود، شاید از پی عیش و عشرت خودش بود، میکوبد از پی میگردد از پی کفت و کاو تلفن شوهر خود. دیر نمیگذرد که در خانه، یعنی یک کفت و کاو که تو به او باور نکردی میبرد به طلاق یا میبرد به بدگمانی که چرا تلفن مرا تو میکوبی، شاید تو خودت مشکلی داری. برعکس زنی که تمام روز در خانه از پی فرزندان است یا از پی پخت و پس یا از پس دو و تازی که
دیگر زحمت مادر بودن آسان نیست که این رو فقط مادر میفهمد. شوهر می آید به جای اینکه بگوید خسته نباش، امیدوارم کودکا تو رو اذیتت نکردن، امروز اصلا چگونه روزت رو سپری کردی، می آید پنهانی این طرف و اون طرف نگاه کرده و تلفن همسر خود رو میگیرد به جاسوسی. و این رو که هم البته یک زن میبیند، حتی فرشته باشد هم به غضب می آید که من به چی مشغول هستم، گمانی تو نسبت من چی هست. بدگمانی خیلی کارها میکند، خیلی کارها میکند که به یگان دلیل، به یگان سبب ما زندگی خود را آتش میزنیم. پس باید به خود آمد هر باره که شیطان که ما رو دستمان رو گرفته به جای نمیبرد، به سر ما نمیزند، با گمان به ما داخل میشود. یعنی راه ما رو فریب کردن شیطان، راه آتش زدن شیطان به خانه ما، بین دو طرف ما ایستاده، دو طرف رو به هم دیگر اکنون بفرمایید به جنگ گفتن، نه، از طریقه گمان ها. پس وقتی گمان های بد به سر می آید، حتما باید ببینید که آیا این گمان من منطقی هست، یعنی یک دلیل عقلی برای این گونه گمان کردن من دارم یا نه. چون 99% گمانهای بد را همه میدانیم که منطق ندارن. به یگان دلیل می نشینید میگوید ها امروز چند نفر در مهمانی هستند، اینجا درباره من سخن رفته ایستاده است، شوهرم پیش پدر و مادرش رفت، اونجا حتما مرا چیزی میگویند، فلانی به تلفن من جواب نگفت، حتما نسبت من یگان کینه دارد. یعنی این گونه خود از خود می نشینیم و می بافیم گمانها را. یکم چه خیلی گفتم به سلامتی خودمون ضرر دارد، خودمون را نابود میکند، زود پیرمون میکند، عصبی رنگمون رو سیاه میکند. دوم آن نفر بیچاره که همراه او هستیم که وای چقدر سخت است با یک نفر بدگمان زندگی کردن، چقدر بد است وقتی هم نشینی تو، هم خانه تو، هم بستری تو یک بدگمانی هست که خیزی و نشستی، یا نسبت خودت یا نسبت دیگران، او فقط با گمان خود زندگی میکند. و اصلا گمان نکنید که اونی که گمانهای بد دارد و اون رو به دیگران افشا میکند قلب تمیز دارد. اون چیزی که در قلب هاست با زبان به بیرون هویدا می شود. و آنهایی که گمانهای بد دارند قلبهای پلید دارند، قلبهای کثیف دارند. و وقتی گفتیم بدترین گمانها این گمان نسبت همسر فرزند هست و از آن هم بدترینش هست، آن هم گمان بد نسبت پروردگار، نسبت خالقی که تو را آفرید، نسبت رازقی که به تو در شکم مادرت شروع کرد رزق دادن را و پیش از برآمدنت زندگی تو را مهیا کرد. سبحان الله. نسبت پروردگار گمان بد بردن اساساً این صفت منافقان است. این صفت منافقان است و پروردگار در برابر گمانهای بد منافقان همیشه برای من و شما، چی در سوره منافقان باشد چی در دیگر سوره ها، درس می دهد که ببینید که آنها چقدر نسبت پروردگار گمان بد دارند و میگویند اصلا ما پیروز نمی شویم، مسلمان ها اصلا پیروز نمی شود، مسلمان ها همیشه شکست می خورند. این گونه با ترس و هراس و گمان بد مسلمان ها رو همیشه از جنگ ها به عقب برمی گردانیدند و سبب شکست مسلمان ها در جنگ احد هم عیناً همین خودی منافقان بود که آنها یک دنیا از مسلمان ها را گفتن نه الان نمیتوانیم ما بجنگیم، اونجا عدد مشرکان به کرات از ما زیاد است و به عقب برگشتن. الله میگوید که ببخشید، الله میگوید الظانین بالله ظن السوء، یعنی آنهایی که نسبت پروردگار ظن السوء گمان بد دارند، علیهم دائره السوء و غضب الله علیهم و لعنهم و اعد لهم جهنم و ساءت مصیرا. الله میگه نسبت پروردگار گمان بد دارند و برای همین بالای آنها همیشه فلاکت های بد می آید و غضب پروردگار و لعنت الله بالای آنها هست که چقدر نسبت الله گمان بد دارند. و این هم کم نیست، برای آنها پروردگار جهنم را آماده کرده است و چی بد است برگشت آنها. گمان بد نسبت پروردگار چگونه است؟ وقتی بالایت مصیبت آمد میگویی این مصیبت از من نمی رود، اکنون من همیشه در همین بلا گرفتارم، من بیمار شدم با همین بیماری میمیرم،
من کمبغل هستم، کمبغلی مرا فقط پیدا کرد، دیگر کسی کمبغل نیست، این روز سیاه فقط بر من است. با جای آن بگویی که کمبغلی سنت پیامبران است، مصیبت از جزء حیات پیامبران است. پیامبران از من چقدر بالاتر بودند، ولی پروردگار آنها را هم بسنجید. اگر از کمبغلی گویم پیامبر کمبغل بودند و گذشتند. از دادن فرزند، پیامبر صلی الله علیه و سلم 6 فرزند خود را دادند و گور کردند. گفتیم از مردن همسر، پیامبر بهترین همسر خود را، آن هم در وقت کوچک بودن فرزندان خود، حضرت خدیجه را از دست دادن. از یتیمی گفتیم پیامبر به دنیا نآمده الکی یتیم بودن. یعنی بجای اون که بگیم نه، پیامبران هم، صالحین هم، عزیزان الله هم به مصیبت گرفتار می شوند، می نشینیم گمانی بد نسبت الله. گناه های من است که الله مرا نبخشید، این همه نمازهای مرا نادیده گرفت. اگر گفتیم پروردگار عادل است، چرا من این آدم هایی که در اطرافم هستند گناهگار هستند و فاسق هستند، اینها نه، من این همه عذاب را میبینم. یعنی همین گونه گمانی بد نسبت الله ما را فرا میگیرد. و سبحان الله خواهران عزیز، نسبت الله وقتی گمانی بد میکنی که گویا مصیبت تو اصلا از بین نمی رود، کم بغلی تو اصلا از بین نمی رود. کسی که تو از دست دادی با همین آخر حیاتت هست، گویا که تو قدرت های الله را انکار کردی. قدرت اللهی که بعد العسر یسر گفت، بعد از مشکلی ها البته آسانی می آید گفت. قدرت پروردگاری که گفت این دنیا فقط برای امتحان است، لیبلوکم ایکم احسن عملا. شما برمیگردید، برای شما چیزهایی هست، جنتی هست، خانه و دری هست، زندگی هست که حتی از خیالتان نمیگذشت. اینجا یک مدت کوتاه هستید و بازگشت شما به سوی من است. اینها رو همه رو نادیده میگیری. پس گمانی نیک نسبت الله اساس عقیده یک زن مسلمان و یک مرد مسلمان باشد. کدام وقت گمانی بد نسبت الله می آید؟ چه خیلی گفتم، وقتی مصیبت به سرت آمد، مشکلی به سرت آمد، یا دیدی که یک دشمن الله به یک درجه رسید که او نباید به اونجا می رسید، اینجا می گوی چرا این گونه شد؟ مگر الله چیکار کرده ایستاده است؟ چرا آخر؟ چرا؟ بعد از این می آید که تو گمان میکنی که وعده هایی که الله داده است که نصرت با مؤمنان است و بخشندگی و مهربانی الله نسبت مؤمنان است، اینها را یک طرف میگذاری. پس گمانی بد نسبت الله عقیده ما را میشکند، ایمان ما را تماما ناقص میکند. وقتی که نسبت الله گمانی بد بردیم، حتما بدانید که از طرف شیطان است که او میخواهد گمراه کند. برگردیم به اینکه پروردگار در وعده هایش ثابت است. الله وعده داده است، به وعدهش خلاف نمی کند. الله پیامبران خود را با مصیبت ها سنجیده بود، مرا هم دارد می سنجد. الله این دنیا را برای امتحان آفرید و این دنیا زودگذر است. هر چی هست می گذرد و دنیا این زندگی نیست. دنیا فقط برای مدت سپری کردن آن هم با عملهای صالح یا با گمراهی و بدبختی است. پس عزیزان این دو چی است؟ یکی گمانی بد نسبت پروردگار که این نابود کننده ایمان است. دیگر گمانی بد نسبت عزیزان، نسبت دوستان خود، نسبت نزدیکان خود که این زندگی ما رو تاریک میکند. به یگان دلیل همسر خود را بد میبینیم، به یگان دلیل نسبت خویش و تبار خود، به یگان دلیل نسبت عزیزان خود یک گمان میکنیم، بر اساس آن زندگی میکنیم. یک گمان آمد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گفتید، این از طرف شیطان است گفتید، گمان را زیر خاک کردید چیزی دیگر است. اما بر آن گمان خود شما چیز دیگری پیوست کردید و بر پایه گمان بد خود زندگی کردید، انا تاریکی بالای تاریکی، ظلمات بالای ظلمات با می شود. و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند ایاکم و الظن فان الظن اکذب الحدیث. از گمانهای بد برحذر باشید، اجازه ندهید به ذهن شما گمانهای بد بیاید، چون گمانهای بد دروغترین سخن هاست. ولا تجسسوا، جاسوسی نکنید، کنو ببینم او چی میگوید، کنو ببینم در تلفن چی هست. ولا تحسسوا،
آیا او درباره من چی فکر داشته باشد، او الان چی کار کرده ایستاده باشد. این گونه هم جاسوسی نکنید. ولا تباغضوا، همدیگر رو بد نبینید. و کنوا عباد الله اخوانا، شما بنده های الله با هم برادر باشید. که چه خیلی گفتم الان برادری بین مسلمان ها، خصوصا بین اهل توحید و اهل اسلام حقیقی تقریبا نمانده ایستاده است. باید به خود آییم. هر یک برادر نسبت برادر خود یک گمان بدی دارد. شاید او جاسوس باشد، شاید او بز باشد. هر یک خواهر نسبت خواهر خود مشکلی دارد. من چندین بار است که وقتی به خواهرها میگم چرا جمع شده نمیتوانید، میگن ما میترسیم که کسی در بین ما جاسوس باشد، کسی در بین ما رو بفروشد. همین گونه نسبت همدیگر با گمان جاسوسی، با گمان اینکه او مرا میفروشد، چقدر چیزهای ساخته ایم که وای اگر آنها هویدا شود نمیدانم ببخشید ما چگونه خود را خلاص میکرده باشیم. اینجا میگویند بار نزد امام شافعی یکی از شاگردان نزدیکشان می آید و میبیند که امام شافعی خیلی بیمار است و به امام شافعی میگوید پروردگار این ضعیفی تو را قوت دهد. امام شافعی میگن این ضعیفی مرا الله اگر قوت دهد من میمیرم، یعنی مقصدشان تو شاید بیماری مرا در نظر داری. شاگردشان میگن من بیماری شما رو والله در نظر نداشتم. امام شافعی میگن تو چی میگویی؟ قسم به الله تو رو که من میشناسم اگر رو برویم مرا حقارت کنی و دشنام کنی، من باز میگویم این مقصدش چیزی دیگر است. یعنی حتی آشکارا مرا دشنام کنی هم من نسبت تو گمان بد نمیبرم، چون من تو رو خوب میشناسم. کجا رود به این که من گمان کرده باشم که این ضعیفی رو تو یعنی بیماریت زیاد شود گویان مرا دعای بد کردی. و این اخلاق عالمان بود، این اخلاق سلف صالح بود که نسبت همدیگر همیشه عذر میگفتن. شاید این رو گفت به خاطر چیزی دیگره، یعنی به جای این که به گمان بد ببرن همه آن رو به گمان نیک میبردن و بین آنها تقریبا کینه و عداوت و بدزبانی و از دور استاده فقط لقمه پرتافتن یا ببخشید الان از طریقه تلفن چیزی دیگر پرتافتن و چیزی دیگر نشان دادن نبود. پس باید به خاطر اینکه پروردگار از ما راضی باشد و این حدیث صحیح است که پروردگار میگوید انا عند حسن ظن عبدی بی، من در نزد گمانهای بنده هم هستم. و من گمانی نیک کرد من همون گونه با او معامله میکنم، و من گمانی بد کرد همون گونه با او معامله میکنم. نسبت الله باید گمانهای ما نیک باشد. هرچی الله بالای سری ما تقدیر کرد بدانید که یک راه خیرش است و حکمتهای الله پس پرده است که ما آن را در این دنیا نمیتوانیم اسرارش را پیدا کنیم مگر بعضیش را که پروردگار برای ما نشان میدهد. و گمان بد نسبت عزیزان، زینهار نسبت دوست نزدیکتان، همسرتان، همسری که در یک خانه زندگی میکنید، پدر و مادری که شما رو بزرگ کرد، خواهر و برادری که از یک پدر و مادر بزرگ شدید، دوستی نزدیکی که همراهش نشستید، نان و نمک شدید. گمان بد نبرید. گمان بد شما را نابود میکند و قلب دیگران را شکسته میکند و دنیای خود را با دست خود آتش میزنیم. آن هم به وسوسه آن خناس، آن شیطان رجیم که میخواهد همیشه عداوت و بغضا را بین ما و بین مؤمنان جای بدهد. و پروردگار من و شما را از گمانهای بد با مهربانیش، با فضلش، با بزرگیش نجات دهد و همیشه از پی گمانهای خود باشیم. وقتی از پی گمانهای خود هستیم خود را اصلاح میکنیم و اصلاح شدن ما الکه قدمی هست برای اصلاح شدن دنیا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.